به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمتتون. دوستان، فیلم و تصویری گذاشتم که حضور فرشته نگهبان در زندگی ما رو نشون میده و بعد راجع به خدام طلسم و جادو صحبت کردم. حتما ویدیو رو ببینید، خیلی جالبه و حضور فرشته و خدام سری که داخل زندگی ما هستن از ما حالا مراقبت میکنن، یه سیاه بالاخره باعث آسیب میشن. یه سری هستن که به هدفشون برسن، دنبال این سحر و جادو و طلسم میرن که به هدف خودشون برسن، ولی اینا نمیدونن که با طلسم هیچ وقت به هدفشون اصلا بهش نمیرسی. اگر هم برسی احتمال داره یه زمانی بهش برسی، زمانی بهش میرسی که دیگه پای اونا رو باز تو زندگی، یعنی قدم رو تو زندگی میان و میرن و اون کیفیت زندگی ازت میگیرن و دائم تو زندگی دخالت میکنه، تو زندگی زناشویی دخالت میکنه، تو روابطت بیرون دخالت میکنه، روابطت با شریک دخالت میکنه، یعنی اصلا زندگی رو از کامت میگیرن. چون خدام طلسم کارشون همینه دیگه، اصلا وظیفه‌شون همینه که مقال معلوم کارت رو راستریز کارتون راستریز کردن دیگه، من میشه بکنیشون بیرون. چرا باید برن وقتی یه جا غذا دارن، منبع غذاشون صبح تا شب ازش تغذیه میکنن، انرژی ازش میگیرن، من مریضم برن، درد دارن برن، و خداشون که بشستن به یه نفر این انگل از یارو تغذیه کنن. هر چقدر از این دست بدی از اون دست میگیری و سعی کنید که دنبال این کارا نرید، کاری به کاری کسی هم نداشته باشید. اینقدر از این فرکانس‌ها بیاید بیرون، به مردم بیکارن بیان با شما دشمنی کنن. یکم خودتون رو ببینید، نگاه کنید به دور و برتون چه خبره. بس سعی کنید که دنبالش نرید. اصلا چیزی که با طلسم و دعا و سحر درست بشه اون کار به درد کار اون خوبه که خدا خودش درستش کنه. کار اون خوبه که بالاخره دعا کنید و خداوند یه کرم میکنه، خداوند یه لطفی کنه، یه نظری به انسان بکنه، ارزم بزرگتون اون کار درست شه یا نه. در خیلی از این ذکر و اذکار رو بهتون آموزش دادیم، خیلی راحت گفتیم آقا این اذکار و این ذکر رو بگید، به تعداد بگید، اذنش هم بهتون دادیم. کاری نداره از صبح بلند شید یه هفته پشت سر هم صبح کمی زودتر خواب بلند شید 2 رکعت نماز بخونید، یا قبل از اذان یا بعد از اذان، هر دعایی داری هر چیزی داری مطمئن اجابت پیدا میکنه. چرا؟ چون دقیقاً اون زمانیه که موکل دعا یا خادم دعا میاد و 100% اجابت میکنه، یا مرغ آمین به اصطلاح. کاری نداره، هر چی راه حل خودش داره. قرار نیست تو بری دیگه از بدترین مرحله و بدترین راه رو بخوای بری انتخاب کنی. سحر و جادو اصلا چیزی که سحر و جادو باشه به درد نمیخوره. سعی کنید با انرژی منفی کارتون راه نندازید. حالا با انرژی مثبت ارزم به حضورتون خیلی راه هست که بالاخره اون مشکلاتون حل بشه. حالا من این کسی دیگه مشکلی داشته باشه آقا واسش تلس زدن، سحر زدن، سیاهی افتاد تو زندگیش، معذرت افتاد تو زندگیش، هزار تا مشکل افتاد، اون قضیهش فرق میکنه. بالاخره باید به پاکسازی کنه، مثال 4 سال بزنه، ارزم به حضورتون باطل سر بزنه، بالاخره اون سیاهی اون سنگینه تو زندگیش باید بره کنار و بعد زندگیش تازه به روال برگرده. روال روز عادی.